سلام، من امیرحسین آقاجانی ام و این پادکست برای وقتاییه که احساس میکنی زندگی یکم سنگین تر از حد عادیه. همه اون چیزی که تو داری اونیه که توی مغزته، تفکر، اندیشه، نه چیز دیگه. آره همینقدر صبر. خوش اومدی به صبر ایجاد. امروز میخوام درباره یه حسی حرف بزنم که شاید تو هم خیلی وقتا درگیرش شدی. بی‌انگیزگی. دقیقاً همون لحظه هایی که حتی تکون دادن کونت هم برات سخته، یا بلند شدن از جات، دوش گرفتن، جواب دادن به یه پیام خیلی ساده، یا فکر کردن به آینده، همش برات سخت میشه. گاهی آدم حس میکنه که انگار هیچ هدفی توی زندگی نداره، یا داره اما انگیزه‌ای نیست که حتی سمتش بره. مثل اون آهنگه که میگه شنبه‌ها میرم میافتم رو دنبلو، زندگی سالم، من میخوام شورشو درم ولی کونشو نرم. ببین عزیزم، این نه تنبلیه نه بی‌عرضگیه، یه حس خیلی عمیقه که انگار از درونت میاد. انگار همه چی بی‌معنیه. خودت میپرسی خب تلاش کنم که چیشه، تهش که چی؟ مثلا رخت خوابمو جمع کنم که چیشه؟ مگه قرار نیست چند ساعت بعد دوباره روش بخوابم؟ برم باشگاه که چیشه؟ قراره بشینیم شب با بچه‌ها مشروب بخوریم، همش بیفایده میشه. تازه لباس باشگاهم باید بخرم. میگی دانشگاه برم که چیشه؟ این استاد آخر ترم خود به خود میندازتم، چه فایده‌ای داره که برم؟ ببین عزیزم، همه اینا یه بهونه است واسه نداشتن چیزی که بهش میگیم نظم یا دیسیپلین. راجع به نظم و دیسیپلین میشه یه برنامه جداگانه ساخت و راجبش مفصل صحبت کردم. اما اگه میخواید تو کامنت ها برامون بنویسید. خلاصه بدتر از همه این حسایی که بهت گفتم اینه که خودتو با بقیه مقایسه میکنی و میبینی همه رفتن جلو اما تو عقب موندی و داری درجا میزنی. اما حقیقت اینه که نقل هممون یه دوره این حس رو تجربه کردیم. مغزمون، بدنمون، روانمون بهمون میگه گاهی وقتا لازمه وایسی، لازمه درجا نزنی، یه لحظه آروم باشی و بذاری طبیعت کار خودشو بکنه و همه چیز بره جلو. این خیلی چیز عادیه. گاهی وقتا بی انگیزگی خودش یه سیگناله، نه برای اینکه بهت بگه ضعیفی، نه، واسه اینکه بگه یه چیزی درونت نیاز به توجه داره. و این خیلی خیلی مهمه. و نکته اینه که قراره همیشه پر از انگیزه نباشی. گاهی وقتا قراره فقط نفس بکشی، فقط تحمل کنی. این خودش یه جور پیشرفته. یاد گرفتن صبر توی این مرحله باعث رشدت میشه و به خودی خود یه دستاورد بزرگه که هر کسی نداره. واسه اینه که میگم مهمه. اگه الان اونجایی و بی‌انگیزگی رو حس میکنی و احساس میکنی که همه آدمای دورت توی شادی و هیجان و نشاط و عشق و حالن، بدون که مزخرفه و تو تنها نیستی، همشون عین تو هن. این فاز موندگار نیست و باید درست مدیریتش کنی. همه یه دوره از زندگیشون رو توی حالی که تو الان داری تجربه کردن. با احترام ازش عبور کن، سرزنشش نکن و امیدوارم روزای بهتری و احساسات بهتری رو تجربه کنی.